سلام، من نوابی هستم. قصد دارم کتاب‌های مفید و معلوماتی و آموزنده را برای شما به صورت کتاب‌های صوتی در بیاورم. شما می توانید از طریق لایک و کامنت هایتان ما را در این راه حمایت کنید. ممنون که ما را دنبال می کنید. خوش آمدید به قسمت 14 کتاب هیچ ملاقات تصادفی نیست. قبل از آغاز قسمت 14 از شما خواهش مندیم لطفاً با لایک و کامنت هایتان ما را خوشنود بگردانید و ویدیوهای ما را با دوستانتان شیر کنید. بخش 14. هر طایفت به جانب خویش کشند. زاغت سوی ویرانه و توتی سوی قند. مولانا. روی کوه نوشته بود: 20 مسافر، خاکی که ندانسته رویش پای گذاشته جای سرنگونی یک کشور است. هر بار که میخواندمش موهای بدنم راست میشد. اکنون که دوباره این نوشته را دیدم باز هیجان زده شده بودم. از کودکیم هم در مورد غالب اغلی خیلی کنجکاو بودم. خیلی دوست داشتم داستانهایی را که اینجا اتفاق افتاده است بخوانم. چندین بار خواندمش. در جنگ چاناکالا زمانی که در جبهه عثمانی 250,000 نفر شهید شده بودند، در جبهه مقابل 252,000 نفر جان خود را از دست داده بودند. در مقابل کودکان 15 ساله‌ای که برای حفاظت از وطنشان به جبهه جنگ رفته بودند، سربازان جوانی به میدان آمده بودند که اصلاً متوجه ماهیت جنگ نبودند. یکی در آنجا بود تا از کشورش محافظت کند و دیگری به اجبار وارد جنگ شده بود که علتش را هم نمیدانست. وقتی فکرم مشغول بود و عمیقاً به اطراف نگاه میکردم متوجه شدم که دنیز دارد با گوشیش از گوشه و اطراف عکس میگیرد. یک لحظه چشم در چشم هم شدیم. اگرچه حساسیتم روی گوشی کمتر شده بود، از نگاهم متوجه شد که با دیدن گوشی ناراحت شدم. با خجالت گفت: بسیار خوب، بسیار خوب، ولی تو هم به من حق بده. در این دوره و زمانه عادتهایمان خیلی در ما تنیده شدند. میدانی که نهایت تلاشم را میکنم. مگر من بیش از حق روزانه هم گوشی استفاده کردم؟ بدون اینکه برای من جای حرف بگذارد خودش مسئله را مطرح و حل و فصل کرد. لزومی ندیدم روی این موضوع بیستم. علاوه بر این، همین که از نگاه‌های متوجه منظورم میشد نشان میداد که خیلی در شناخت هم پیش رفته ایم. از او پرسیدم: آیا داستان سید آنباشی را میدانی؟ گفت: نه. سرباز ترک در زمان جنگ جهانی اول بود که در جبهه چاناکالا می جنگید. مهمات تمام شده بود. ناامیدی داشت خودش را بین افراد نشان میداد. او توانست کاری را به تنهایی انجام دهد تا دوستانش را نجات دهد. بدین صورت از کشورش محافظت کرد. کاری که هیچ انسان قادر به انجام دادنش نبود انجام داد. بارود 276 کیلوگرمی را تنهایی حمل کرد و در توپ گذاشت. با آن توپ یک کشتی دشمن را منهدم کرد. بدین صورت تقدیر جنگ تغییر کرد. داستان این سید بزرگ را که هر بار مرور میکنم من را بسیار تحت تاثیر قرار میدهد. انسان وقتی باور داشته باشد میتواند مرزها را هم بشکند، میتواند غیر ممکنها را هم ممکن بسازد. آن سالها چیزی از حمل بارود و تغییر جریان جنگ به خاطر کار او به کسی نگفتند. پس از 11 سال اتاتورک از فرمانبردار آن منطقه پرسیده بود: اینجا باید فرد به نام سید آنباشی بوده باشد. سپس دستور داد که او را پیدا کنند و گفت: من باید او را ببینم. فرماندار آن منطقه در تعجب ماند. او نمیدانست سید آنباشی در کدام روستا زندگی می کند و مطمئن نبود که او را می شناسد یا نه. روز بعد ژاندارم ها شروع به جستجو کردند. ژاندارم ها نوع نظامی و غیر نظامی منطقه‌ای هستند که در منطقه فعالیت می کنند و در نهایت خانه او را پیدا می کنند. سید آنباشی به کوه رفته بود تا زغال بخرد. وقتی شب به خانه‌اش برمیگشت از دور دید که ژاندارم ها جلوی در خانه‌اش هستند، اما ناخواسته با دیدن آنها میترسد، چون فکر میکند به خاطر قاچاق زغال میخواهند او را جریمه کنند. به همین خاطر تصمیم به فرار میگیرد که ژاندارم ها فریاد میزنند:
کاری با تو نداریم، فرار نکن. سید اونباشی میپرسد جرمم چیست؟ چرا جلوی خانه‌ام منتظر من هستید؟ ژاندارم در جواب میگوید عالی جناب میخواهد تو را ببیند. سید اونباشی جواب میدهد خب پس زودتر برویم. اما یک لحظه به این فکر کرد که چطوری با این وضعیت باید به انقره برود. یک لحظه نگاه کرد، دید حتی شلوارش پاره است، سر و وضعش به هم ریخته است، حتی پول خرید تکت قطاری که بتواند با آن به انقره برود را ندارد. بعد ژاندارم میگوید عالی جناب در هاروان منتظر توست. سید اونباشی از شنیدن این مسئله خوشحال می شود. در نهایت او را پیش فرماندار می برند. فرماندار وقتی به سید نگاه می کند می بیند که سر و وضعش اصلا مناسب نیست. شب هنگام یک سلمانی پیدا می کند تا به ریش‌های سید و موهایش رسیدگی کند. فرماندار کرتی خودش را به او می دهد، اما آستین‌های کرتیش برای سید کوتاه می شود و دکمه‌هایش هم بسته نمی شود. با این وضعیت سید او را پیش اتاتورک می برند. سید می گوید خوش آمدید سرورم. اتاتورک در جواب می گوید در اصل تو خوش آمدی. 2 روز بود منتظر تو بودم. کجا بودی؟ در کوه بودم سرورم. پیش بزهایم بودم. مشغول به چه کاری هستی؟ چوپانی می کنم سرورم. اتاتورک که می خواهد زحمات سید را جبران کند از او می پرسد چه خواسته ای داری؟ تو جریان جنگ را تغییر دادی. این ملت به تو بدهکار است. بگو چه می خواهی؟ آن موقع هم از تو پرسیدیم، گفتی کم غذا، اما 2 روز بعد آن را هم نخواستی، پس دادی و نخوردی. نظرت چیست به تو حقوق بدهیم؟ سید می گوید نه، نیاز نیست. ما آن روز به وظیفه من عمل کردیم، به خاطر گرفتن حقوق انجامش ندادیم سرورم. سید اونباشی همیشه خود را با این مناعت طبع، ادب، قدرت، باور و انسانیتش الگو قرار داده است. وقتی این داستان را تعریف کردم، دینیز هم خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. باز هم حق با استاد بود. گفته بود هر انسان برای هدف خاص به این دنیا می آید. سید اونباشی هم خود را وقف هدفش کرده بود، نه به بهای زندگی کردن که به بهای به خطر انداختن جانش. گفتم انسان وقتی چیزی را باور دارد و خود را وقف آن هدفی که باورش دارد کند، چه کارها که نمیتواند انجام دهد، مگر نه؟ دینیز گفت واقعا از هر لحاظ انسان خوبی بوده، مگر با پول میشد او را خرید؟ در کدام مدرسه میتوانی چنین چیزی یاد بگیری؟ گفتم باور انگیزه بسیار قدرتمند است. هیچ یک از ما فقط این جسم مادی نیستیم. مشخصاً هدفهایی داریم، مثل یک معما. گاه اهدافمان با ما برخورد میکند و ما بدون این که بدانیم به سمت آن قدم برمیداریم. باید بتوانیم زندگی را بخوانیم. دینیز گفت حق با توست. یک مستند دیده بودم، زنی برای اینکه کودکی را که زیر ماشین مانده بود نجات دهد، ماشین یک تنی را بلند کرده بود. همان طور که گفتی ما فقط این جسم مادی نیستیم. اندازه هیچ کس فقط توان جسمیش نیست. ظرفیتمان خیلی بیش از این هاست. اما اینکه چرا به ظهور نمی رسد و چه مانعش می شود را نمی دانم. به نظرت چرا همیشه ضعیف و ناقص هستیم؟ گفتم اطرافیان، باور و قدرت تخیلمان. یعنی چطور؟ انسان محصول اطرافیان خودش است. اطرافیانت هر چی را باور کنند، تو هم بعد از مدتی به آن که متوجه باشی مثل آنها فکر میکنی. هر چی باور کنند را باور میکنی. ما باورهایی داریم که برای ما تبدیل به مانع میشوند. ما زنجیرها و حصارهایی داریم که اصلاً متوجه آنها نیستیم. دیوارهای نامرئی در اطراف ما که به ما شکل میدهد. داستان راجر بنیستر را شنیدی؟ وقتی متوجه شدم که دنیز به ادامه صحبتم با هیجان گوش میدهد ادامه دادم. تا پیش از آن هیچ ورزشکاری 1 مایل را زیر 4 دقیقه ندویده بود. طبق مطالعات پزشکی آن دوره بدن انسان توان دویدن 1 مایل را کمتر از 4 دقیقه نداشت. اما راجر بنیستر این ادعا را نمیپذیرفت.
فکر میکرد که غیر ممکن نیست، چون کار تا زمان غیر ممکن است که کسی نتواند آن را انجام دهد. روزی میرسد که راجر بنیستر در 2 میلی سال 1954 1 مایل را زیر 4 دقیقه به پایان میرساند. قسمت جالب کار این است که بعد از اینکه بنیستر توانست زیر 4 دقیقه بدود، طی 1 سال 70 ورزشکار دیگر توانستند زیر 4 دقیقه دور را به پایان برسانند. سال بعد این تعداد به 150 رسید، چیزی که 2 سال پیش از آن علوم پزشکی غیر ممکن بودنش را از آن میکرد به مرزی که به راحتی قابل عبور بود تبدیل شد. خب چه شد که یک رکوردی که سالها قبل قابل شکستن نبود تبدیل به رکورد شد که از آن به راحتی میشد عبور کرد؟ در اصل چیزی که شکست رکورد نبود، پیش‌داوری ها بود. وقتی پیش‌داوری ها بشکند ممکن ها به ظهور می رسد. سعی کردم برای دنیز شرح دهم که پیش‌داوری های اطرافیان چقدر می توانند محدود کننده و مقاوم باشند. گفتم برای همین باید دقت کنیم که اطرافمان با چه کسانی پر شده. بی خودی نیست که بزرگانمان گفتند به من بگو دوستت کیست تا بگویم کیستی. مولانا هم می گوید هر طایفه به جانب خویش کشند، زاغت سوی یایرانه و توتی سوی قند. ما متوجه قدرت و ظرفیتمان نیستیم، نمیدانیم که قادر به انجام دادن چه کارهایی هستیم. دنیز گفت حرفهایت را قبول دارم. ببین مثلا حدود 24 ساعت است که چیزی نخوردیم، اما من احساس خوبی دارم. روزانه 3 وعده غذا میخورم، حتما چای یا قهوه را با میان وعده میخورم. اگر این کار را نکنم دستانم شروع به لرزیدن میکند، توانم کم میشود و زود عصبانی میشوم، اما فعلا دارم کار غیر ممکن را انجام میدهم و مشخصا تلفن همراهم. قبلا هم ممکن بود چند روزی غیبم بزند، اما تا حالا دیده نشده است اینقدر از تلفنم دور بمانم. اما یاد گرفتم که لمس کردن زندگی قشنگتر از لمس کردن تلفن همراه است. راستش به خودم افتخار میکنم. دنیزی که نمیتوانست چند ساعت گرسنه بماند، با اینکه 24 ساعت است لقمه به دهانش نگذاشته، هنوز قدرتمند و نیرومند است. شاید هم گرسنگیش منشأ فیزیکی نداشت و احساساتش گرسنه بودند. وقتی احساساتش سیر می شود، بدنش هم دیگر او را آزار نمی دهد. سالها قبل من هم اگر چند ساعت گرسنه می ماندم عصبانی می شدم و بدنم بی طاقت می شد و انرژیم تمام می شد. فکر می کردم بیمار شدم. برای همین به دکتر مراجعه کرده بودم، اما آزمایش ها چنین نشان نمی داد. مسئله به کلی در چیزهایی بود که یاد گرفته بودم. اگر گرسنه بمانی می میری. هرگز وعده غذاییت را فراموش نکن. با فراموش کردنشان مغزت درست کار نمی کند. همه اینها از کودکی در ذهنم کارگزاری شده بود. سپس تحقیق مفصل در این باره کردم. متوجه شدم که گاهی پدرانمان 1 هفته غذای برای خوردن پیدا نمی کردند و گرسنگی می کشیدند، اما نهایتاً زنده می ماندند. از لحاظ علمی هم انسان فقط با خوردن آب می تواند 60 روز زنده بماند. البته توصیه به انجام دادنش نیست، اما لازم است که بدانیم بدنی داریم که با 1 روز گرسنگی کشیدن بیتاب و ضعیف نمی شود. اگرچه خوب بود می توانستیم باغ پیدا کنیم و میوه های جمع کنم. نگرانم که حال دنیز بد شود. با او گفتم به چادرش برود و یادآوری کردم که برای بهتر شدن پایش استراحت کند. گفتم می خواهم کمی پیاده‌گردی کنم. سریع حرفم را قطع کرد و گفت نمی شود. من را تنها نگذار. با او گفتم تا 10 دقیقه دیگر برمیگردم. این را که شنید چون فکر کرد شاید میخواهم به دنبال دستشویی در منطقه کمپ بروم اصرار نکرد. این هم پایان قسمت 14. تشکر از توجهتان دوستان عزیز. حتما با کامنت ها و لایک هایتان ما را خرسند بسازید. خدا نگهدار.